الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، حاضران محترم، شکر الله خوب و مهربان را که برای ما و شما این لحظه نورانی عبادت و بهترین لحظه حیات را نصیب گرداند. شکر خداوند مهربان را که ما را از همه نوع گناه و بدی و نافرمانبرداری دور گرداند و این لحظه ما را در بهترین مکان روی عالم در درگاه و خانه خودش یعنی در مسجد جمع آورد. این لحظه نورانی را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم و از خداوند عاجزانه مسئله دارم بار الله پروردگارا تمام لحظه عمر ما را مثل این لحظه که در درگاهت در خانه جمع آمده ایم و امید رحمت و مغفرت و امید ثواب از ذات تو داریم. پروردگارا تمام لحظه ما را این چنین بگردان و به حرمت این لحظه های نور و به حرمت این ماه شریف پروردگارا ما اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان و دشمنهای اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم قانون قرآن در روی عالم حاکم بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، صحبتی امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم. دوام صحبتی دیروز است. البته دیروز میخواستیم یک چیز زیادتر و خوبتر در وصف اهل علم ها صحبت داشته باشیم. مع الاسف وقتی ما تنگی کرد و به پایان رسید. امروز هم باشد میخواهیم که یک چیز در وصف اون بزرگوارهایی که ما و شما را اونها را عالم میگوییم یا اینکه به لهجه خود دام الله یا اینکه ملا و پیشوا میگوییم، یک چیز در وصف بزرگواری اونها امروز هم باشد انشاءالله صحبت میکنیم. این روز صحبت ما به جای رسید که گفتیم این بزرگوارها شخصیتی هستند که یعنی نور بخشنده جامعه هستند، آسان کننده مشکلی های جمعیت هستند، یعنی خدمتگار و در همه حالت همراهی قوم و ملت هستند. اکنون امروز میخواهم یک چیز در باب اون لحظه که اون بزرگوارها از بین ما میروند و سبب رفتن اونها دیروزم گفتیم که مصیبت و داغی سختی هست که جامعه را تاریک میگرداند. وقتی که این چنین شخصیت ها لحظه دنیاشون به آخر میرسد، رب العالمین این بنده های حقیقی و این بنده های واقعی خود را دعوت می نماید. رب العالمین به نزد خودش و به سوی خودش چنین شخصیت ها را به واسطه های ملائکه های مخصوص رب العالمین دعوت می کرده است. وقتی لحظه آخری چنین شخصیت ها رسید، بنده های صالح خدا، عالم ها، مربی ها، شخصیت های خوب، وقتی آخری لحظه حیاتشون رسید، رب العالمین یا بیان کرده است که استعیذ بالله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شخصیت هایی که در دنیا میگویند که ربی الله، ربی ما، خدای ما الله است. البته این دعوا را همه مؤمن و مسلمان داره. همه شخصیت میگه که من بنده خدایم، ربی من الله است. اما اون شرطی که در این ربی الله هست ثم استقاموا، رب العالمین گفتن شخصیت هایی که میگویند ربی ما الله هست بعد از این گفتار و این یعنی ربی الله استقامت زندگی دارند و گفته الله زندگی دارند. هر چیز الله امر کرده است، هر دستوری که پروردگار براشون کرده است او را به جا میارند، یعنی به گفته الله زندگی میکنند. در اصل ما اگر نظر کنیم یگانه شخصیت هایی که به گفته الله زندگی دارند و تمام لحظه زندگی را احتیاط میکنند که ضرر نکنند، خطا نکنند، در ضلالت و غفلت و گناه نروند،
اینها برادران عزیز و بزرگوار اهل علم ها هستند. این گروه مردم وقتی که لحظه حیاتشون به پایان رسید، یعنی آخر لحظه دنیا شد، رب العالمین دو ملائکه از ملائکه های مقربه به نزد این شخصیت می فرستاده است. یگانه اون ملائکه ها را او شخصیت محتضر، انسانی که لحظه آخری حیاتش هست، او میبینه و خلاص. ما و شمایی که در کنارش هستیم، در نزدش هستیم، ما نمیبینیم. و چی خاطر؟ به خاطری که لحظه آخری ما حالی نرسیده است. این ملائکه ها رب العالمین میگه تتنزل علیهم الملائکه. اون ملائکه ها یعنی پایان میشدن، در نزد این شخصیت حاضر میشدن و پیغمبر بزرگوار گفته که این ملائکه ها از نشانه های جنت، از جنتی بودن این شخصیت براش نشانه می آوردن. کفن جنتی می آوردن، خوشبویی های جنتی می آوردن. گفتن یعنی تو اهل جنت هستی. وقتی این نشانه ها را براش نشان می دادن و این ملائکه ها به این شخصیت می گفتن که الا تخافوا ولا تحزنوا. می گفتن تو از یگان چیز خیف نبر، نترس، یگان خیف نداشته باش و غمگین هم نباش، از مرگ و مردن و ضیق و غمگین نباش. این سفری تو سفری درون خاک نیست. وقتی که تو را میبرند در قبر میمانند، فکر نکن که یک جای تنگ و تاریک است. فکر نکن که تو را در یک مهری قبر میدارند. الا تخافوا ولا تحزنوا. غمگین و ضیق نباش، یگان لحظه، یگان ذره غمگین نباش. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این ملائکه ها میگفتن ما تو را بشارت، یعنی خبری خوش میدهیم، یک خبری خوشحال کننده میدهیم به همون جنتی که خدا وعدت کرده بود، به همون جنتی که خدا گفت که در برابر خدمتت، در برابر دعوتت، در برابر عبادتت، در برابر درس گفتنت، در برابر ذکر و پاکیزگی جنت نصیبت میگردانم. ما بشارتت میدهیم که بعد از مرگ تو جنت میروی. این ملائکه ها این بشارت خبری خوش برای این شخصیت صالح، برای این عالم مربی خبر میدادند. میگفتن تو غمگین نباش، نترس، قبر نمیروی. القبر روضة من ریاض الجنه. پیغمبر بزرگوارتن انسانهای صالح خداوند قبرهاشون یک باغ از باغهای جنت میگردانه. او تنگ و تاریک نیست، اون خاک نیست. این شخصیت وقتی که این بشارت از جانب اونها میشنیده بسیار خوشحال میشده، اما یک چیز دیگر در فکر انسان میمانه. من میگذارن از دنیا رفتم، همراهی اهل بیتم بودم، یار و دوست در کنارم، اگرچه قبر من باغ از باغهای جنتم باشه، سبحان الله وجه تنهایی باشه، شاید تنها بمانم. وقتی که این چیز در فکر شخصیت میگذشته، اون ملائکه ها میگفتن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. میگفتن ما دوستدارهای تو بودیم در حیات دنیا، ما دوستانی تو بودیم، عبادتی تو را دوست میداشتیم، لحظه درس و ذکری تو را دوست میداشتیم، قدمهای مبارکی تو را دوست میداشتیم، اون خدمت و محنتی که در راه خدا میکردی اونها را از تو دوست میداشتیم. ما تمامی لحظه تو را دوست میداشتیم، ما دوستای تو بودیم در حیات زندگی، در حیات دنیا و در آخرت هم. بعد از مرگ ما دوستای تو هستیم. تو تنها نیستی، تو جای تنهایی نمیروی، غمگین نباش، ضیق نشو. این ملائکه ها میگفتن که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. برای تو آن چیزی که در دنیا دلت میخواست، آرزو و تمنا داشتی، آن چیزی که میخواستی، همه را خداوند آخرت برات مهیا و تیار کرده است و هر چیزی که طلب داشتی اونها برای تو در آخرت آماده و تیار هستند. خداوند برای تو بهترین مکان، بهترین جایگاه در برابر این دعوت و محنت و خدمت و راه دینات، راه عبادت پروردگار آماده کرده است. این شخصیت این دعوت می شنیده است و یعنی خوب بودن و خوشحال بودن آخرت می شنیده است.
در برابر مرگ راضی و تسلیم می شده است. برادری عزیز و بزرگوار، این جمعیت ما یگان کس مردن نمیخواهیم. اگر کداممون بیمار شیم در حال به یعنی طبیب و دکتر مراجعت میکنیم تا اینکه ما را طبابت کنه. به چی خاطر؟ به خاطر که نمریم. از مردن میترسیم. برای چی میترسیم؟ برای تیار نیستیم. برای سر تا قدم پر از گناه هستیم. این بنده های صالح خدا وقتی این دعوت الهی را میشنیدن به مرگ خود راضی میشدن. برای مردن خود اونها تسلیم میشدن. این لحظه ای که راضی و تسلیم میشدن، رب العالمین اونها را به کام و زبان خود ندا میکرده که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای بنده های صالحی که در دنیا در عبادت و بندگی خدا خوشبختانه آرامانه زندگی میکرده، بگرده بیایه به نزد پروردگار تا بگرد بیا در صورت حالتی که خدا از تو راضی است، پروردگار از تو راضی است و تو را از خودش راضی میگرداند. روحی شخصیت از بدن جدا میشد، از پرواز میکرده، تمام درهای آسمان ملائکه ها دروش گشاده میگرداندند، به نزد عرش پروردگار طیر میکرده، پرواز میکرده. وقتی در نزد عرش میرسیده رب العالمین میگفت فادخلی فی عبادی، میگفت در بین این بنده های من داخل شو. اونجا روح پیغمبرا و اولیاء و صدیقین و شهدا و صالحین یعنی بنده های بهترین خدا در یک مکان رحمت جمع هستند. رب العالمین این روحی نو رفته رو میگفت در بین این بنده های من داخل شو وادخلی جنتی، من همه شما را داخل جنت میکنم. این روح چقدر خوشحال میشده. مولانا میفرماید که با ملائک روح پاک از جانب رحمان برفت، با ملائک روح پاک از جانب رحمان برفت، جمله گریانیم و او خندان برفت. در اصل چنین شخصیت ها ما برای فراقشون ناله میکنیم، گریه میکنیم. برای مرگ اونها نه تنها انسانیت بلکه زمین و آسمان گریه میکنه. برای مرگ اونها مسجد و اون مکانی که قدم میگذاشت و قدم میزد اونجا ناله میکنن و گریه میکنن. در اصل مرگ چنین شخصیت ها مصیبت سختی هست، اما برای خود شخصیت نه، برای شخصیت هایی که در کنارش هستند برای اونها مصیبت است. رب العالمین در آیت در باب فرعون و فرعونی ها میفرمایند که فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. صدق الله العظیم. برای فرعونی ها، برای دشمن های خدا، برای ابو جهل ها، برای نمرودی ها شخصیت گریه نمی کند، چیز گریه نمی کند. با مرگ دشمن های خدا یگان کس غمگین نمی شود بلکه شادی می کنند، بلکه همه خوشحال می شوند. از تفسیر این آیت شاه مفسرها شخصیتی که درجه یکم داره در تفسیر کردن آیت های قرآن از ابن عباس می پرسند. حضرت ابن عباس پرسیدند، گفتن یا ابن عباس، گفتن ای فرزند ای ابن عباس، ارأیت قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ گفتن ای ابن عباس، آیا نظری تو، تفسیری تو، تحلیلی تو در این آیتی که خداوند گفت برای دشمنهای خدا هیچ یگان چیز شخصیت گریه نمیکنه، نظری تو چی هست؟ آیا برای یگان فرد، برای یگان شخصیت زمین و آسمان برای مرگش گریه میکند؟ از ابن عباس پرسیدن. حضرت گفتن قال نعم، گفتن آره زمین و آسمان برای مرگ بعضی شخصیت ها گریه میکند، زمین و آسمان برای بعضی شخصیت ها ناله میکند، از فراق اونها اشک میریزد. حضرت گفتن لیس احد من الخلائق الا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يسعد عمله. گفتن هر شخصیتی که در دنیا زندگی میکند در آسمان دو دره هست، یا اینکه دره هست
که از اون در ریزق این شخصیت پایان می شود و عملهای صالح، اون عبادت و بندگی که شخصیت میکند از اون در برده، یعنی گذرانده به نزد پروردگار برده می شود. فاذا مات المؤمن، وقتی این بنده مؤمن خدا بندگی میکنه، وفات میکند، فاغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله، اون دروازه که ریزق او پایان آورده میشد و عملهاش به بالا برده میشد، این دروازه را خداوند امر میکرده، محکم میکردن. و ینزل منه رزقه بکا علیه، وقتی که این دروازه که ریزق این پایان میشد و عملهای صالحش به محضر خداوند برده میشد، این دروازه از فراق این شخصیت ناله میکرده است و گریه میکرده. این دروازه آسمان میگریسته که ای پروردگار، از اون ثوابی که از این بنده صالحت از من گذرانده میشید، از سبب نورانی ثواب او من مبارک میشیدم، از اون ثواب من محروم ماندم. این در آسمان برای این شخصیت گریه میکرده. و اذا فقده مصلاه من الارض التي يصلي فيها و يذكر الله فيها بكت عليه، اون مکانی مسجدی که دوجا سکوت میکرد و ذکر میگفت، دوجا عبادت میکرد، اون منبری که دو می نشست و دعوت میکرد، اون مکانی که دوجا می نشست و درس میگفت، این همه برای فراق چنین شخصیت ناله میکنم حضرت. یعنی که وقتی این استادان بزرگوار، این علمای ربانی ما وقتی که از بین ما میروند، البته ما انسانیت چند روز غمگین میشویم، اما شاید که مدام چند لحظه طولانی و درازه اون مکان و اون جایگاه هایی که قدم میزدن برای فراق اونها ناله میکنن. برادران عزیز، برای دشمن های خدا، برای مثل من بر این گناهگارها شخصیت گریه نمیکند، اما برای دوستای خدا، برای بنده های صالح پروردگار زمین و آسمان ناله میکنه. برادران عزیز بزرگوار، ما قدری چی بزرگوارهایی را نمیدانیم، ما به قدری چی بزرگوارهایی نمیرسیم. بعضی ابله‌های پیدا میشوند با در حق چنین شخصیت ها سخنهای قبیح بد میگویند، در حق شخصیت هایی که برای فراق اونها زمین و آسمان ناله میکند. از تفسیر این آیت حضرت امام مجاهد که یکی از تابعین است، یکی از مفسرین است، یکی از عالمان دین است، حضرت پرسیدن، گفتن حضرت آیا در تفسیر این آیت شما یگان گفتار داره؟ حضرت گفتن که ما مات مؤمن الا بکت علیهم السماء والارض 40 صباحا. گفتن وقتی که هر بنده صالح خدا، هر عالم، هر مربی، هر قاری، تربیت کننده وقتی وفات میکنه، برای مرگ او زمین و آسمان 40 شبانه روز گریه میکنند. برای مرگ عالم ها، برای مرگ داعی ها و صالح ها، حضرت گفتن زمین و آسمان 40 شبانه روز گریه میکند. حضرت ابو یحیی شاگردشون در نصر و حاضر بودن، حضرت میگه تبسم کردن، ابو یحیی در نزد استاد تبسم کردن. تن حضرت آیا زمین و آسمان برای شخصیت گریه میکند؟ حضرت امام مجاهد گفتن اتعجبون من هذا؟ گفتن که آیا تو برای این تعجب میکنی؟ تعجب آور است که زمین و آسمان گریه کند؟ حضرت فرمودن و ما للارض لا تبکی علی عبد کان یعمرها بالرکوع والسجود. حضرت گفتم برای چی زمین و آسمان برای شخصیت گریه نکند که از رکوع و سجده و عبادت او این زمین آباد بود، این دنیا آباد بود؟ برای چی برای اون گریه نکند؟ یعنی آبادی دنیا این بزرگوارها هستند برادران عزیز، اون سجده اونها هست، اون تربیت اونها هست، دعای اونها هست، خدمت اونها هست که امروز دنیا آباد است. نباشه از روی این بدفعلی و بدرفتاری ما خداوند خودش میدانه که این دنیا چی میشیده باشه. قوم صالح بر این شمال هلاک میکنه، یا قوم لوط بر این زمین چپا میشوه، یا اینکه قوم نوح بر این آب غرق میکنه.
اما سبب آبادی دنیا، سبب دوام یافتن دنیا، سبب برکت دنیا برادران عزیز بزرگوار هستی این دوستای خدا هستند. حضرت گفتند و ما للسماء لا تبکی علی عبد کان لتکبیره و تسبیحه دوی کدوی نحل. گفتند برای چی آسمان برای شخصیت گریه نکند که از ذکر و تسبیح و از تبلیغ او صدای او در آسمان مثل صدای یعنی زنبور برین صدای خوش بالا می شد و ملائکه ها گوش می کردن. برای چی گریه نکند؟ یعنی که ملائکه های آسمان، اهل آسمان، آسمان ها و زمین و اهل زمین برای فراق دوستای خدا گریه می کنند. برادران عزیز، ما باید به قدری چنین شخصیت ها، به قدری چنین یعنی دوستای خدا برسیم. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الارض تبکی للانسان او علی الانسان. تن زمین برای بعض انسان ها گریه میکند و بر بعض انسان ها گریه میکند. پرسیدند گفتند یا رسول الله چی نوع برای بعض انسان ها و بر بعض انسان ها؟ پیغمبر بزرگوار گفتند وقتی انسان های صالح وفات میکنند زمین برای فراق اونها گریه میکرده. میگفته ای پروردگار از برکت قدم این مرا محروم گرداندی، از برکت خدمت و دعوت و تحصیل و درس این مرا محروم گرداندی. این چنین بر بعض شخصیت هایی که یعنی فاسق هستند، گناهگار هستند، بدرفتار هستند زمین گریه میکرده. میگفته ای پروردگار این فاسق ها و این بدرفتار ها و این انسان های گناهگار از بالای من دور کن. من نمیخوام، من طاقت ندارم که بار گناه اینها را برداشت کنم. یعنی که برای انسان های بد زمین گریه میکرده که ای پروردگار اینها را از بالای من نابود کن، و برای انسان های صالح از فراق شو زمین گریه میکرده. و همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما این بزرگوارهایی که داریم، اهل علم و علما، این بزرگایی که الحمدلله بعضی از اونها در بین ما حیات هستند، مثل حضرت دامولای کلان تاجیک آباد و دیگر بزرگوارهایی که داریم، به قدر این بزرگوارهامون برسیم. اینها غنیمت هستند، اینها دائمی نیستند. ما اگر نظر کنیم 2 سال 3 سال آخر در چقدر بزرگایی را از دست دادیم، چقدر بزرگوارهای از بین ما برفتند. ببینه اینها دائمی نبودند. امروز میخواهی که برای یک کدام اونها را بیابی، در نزد شده حضورش لحظه بنشینی و یک فیضی ببری، یک فایده ببری، متاسفانه هزارها افسوس که اونها را دیگر پیدا نمیکنی. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم، به قدر این دوستای خدا و بنده های خدا برسیم، قدر این بزرگوارهامون بدانیم. عالما خیلی بزرگواری هستند، باید که به قدر اینها برسیم. روزی که اونها از دنیا بروند در جمعیت یک تاریکی پیدا میشه، یک فتنه پیدا میشه، یک ناآرامی پیدا میشه، یک جمعیت بی سرپوشه میمونه. باور کنه وقتی که در طرف مردم قرآن تیپا و ختلان زبین اکای داملا محمدی و اشان مقسوم عبدالواحد علیه رحمه زنده بودن، هر مشکلی و دشواری مثل مردم نزد اونها میرفتن. امروز کجا رفتن شونه نمیدون. البته را هستن، طالب علم ها و ملا بچه ها زیاد هستن، اما جرأت ندارن، یعنی قوت ندارن، دنیاوی فتواتی نمیشوند، چون که به علم اینها، فهمیش اینها به اندازه اونها نمیرسن. و همین خاطر برادران عزیز بزرگان، ما و شما حرکت کنیم، به دوستای خدا دوست باشیم، دوستای خدا را دوست بداریم، و اهل علم ها حرکت کنیم که هم نشین باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، تا اینکه خداوند بزرگوار حیات ما را دیگر گم بگردان. پروردگار این جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار عالم ها و بزرگوارهای ما را عمر دراز و برکت نصیبشان بگردان. پروردگار سالهای زیاد در تار سر ما هم سرپوشه و دعاگو باقی شون بگذار. پروردگار بار اله اونهایی که از دنیا گذشتن، اونها را غریق رحمت شایسته جنت بگردان. قبرهاشون پر نور، روحاشون شاجاهاشون جنت بگردان. پروردگارا قبرهاشون باغ از باغهای جنت بگردان. پروردگارا شاگردانشون مثل خودشون ستاره درخشان ماه تابان در عالم اسلام بگردان. پروردگارا بار اله جمعیت ما در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشن، به مراد و مقصد برسان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.